مسئله‌ای که داریم مسئله کوتاه‌ترین مسیره. مسئله کوتاه‌ترین مسیر یعنی اینکه شما از گره او، یعنی از ایستگاه اول شروع کنید تا برسیم به ایستگاه آخر. ایستگاه آخر ما ایستگاه تی هست. باید برسیم به اینجا. حالا لزومی نداره که من حتما بی رو ازش رد بشم، سی رو ازش رد بشم. مهم اینه که کوتاه‌ترین مسیر رو بتونم اینجا پیدا کنم. حالا ببینید به چه صورتی هست. تو کتاب‌های مختلف برای شما روش‌های مختلفی نوشته. توی کتاب شما فقط یه روش نوشته، یه الگوریتم کوتاه‌ترین مسیر گفته. من فقط این مسئله رو میام و برای این مثال نمی نویسم، یکی یکی اون الگوریتمش و مراحلش رو نمی نویسم براتون. در حین اینکه دارم مسئله رو حل میکنم یکی یکی میگم چیکار بکنید، چون اگه بخوام یکی یکی بگم بنویسم توی کتاب نوشته، از روی کتابم میتونید بخونید. میخوام همین مسئله رو با استفاده از این الگوریتمی که اینجا داریم، بهش میگن الگوریتم کوتاه‌ترین مسیر، که حالا میبینید به چه صورتیه، میخوام این مسئله رو حلش بکنم. خب توی الگوریتم کوتاه‌ترین مسیر من میام و یه جدول میکشم. البته جدولش هم حالا خیلی لزومی نداره که همه قسمت هاشو بنویسینا، ولی خب حالا من یه جدول میکشم به این صورت. توی اکثر شبکه ها به همین شکل ها، توی اکثر شبکه ها ستون اولش رو n رو قرار میدم. n در واقع تعداد مراحل منه. از مرحله اول شروع میکنم. ستون دوم رو میایم، اول اینو بگم، یه تعریف کوچیک بگم براتون. فرض کنین که ما توی روش کوتاه‌ترین مسیر اون فاصله ها، این اعدادی که اینجا نوشته شده اینا فاصله ها هستن دیگه. اعدادی که روی این هر کدوم از این شاخه ها نوشته شده فاصله ها هستن. فاصله هر کدوم، مثلا فرض کنید فاصله مبدأ تا A 2 هستش، فاصله O تا B 5 هستش. خب این گره ها و مبدأ ها رو وقتی که ما ازش استفاده میکنیم و توی یه تکراری ازش استفاده میکنیم، توی تکرار قبلی ازش استفاده میکنیم، اینا رو وقتی توی تکراری استفاده شده و میریم توی تکرار بعدی، این گره ها و مبدأ رو بهش میگن گره حل شده. پس توی مرحله اول همیشه توی مبدأ هستیم، توی او هستیم. خب چون توی او قرار گرفتیم توی مرحله اول، همیشه این میشه گره حل شده. حالا با استفاده از، حالا میریم مرحله بعدی. تو مرحله بعدی که میریم، مثلا یکی از این رأس ها اگر انتخاب بشه، هر کدومش که انتخاب بشه اون وقت میشه گره حل شده، هم او میشه هم اونی که انتخاب شده. پس گره حل شده، گره ها، یا نه یه دونه، فقط چند تا ممکنه باشه، گره ها و مبدأی میشن گره حل شده که انتخاب شده باشن، توی تکرارهای قبلی، توی مراحل قبلی انتخاب شده باشن. پس الان از مرحله اول شروع میکنم. توی مرحله اول توی ایستگاه اولیم. ایستگاه اول من چی هست؟ او هست. از اینجا شروع میکنم. خب از او شروع میکنم. وقتی از او شروع میکنیم، پس من اینجا قرار میدم برابر با اینجا یه ستون قرار میدم. ستون اول رو اگه کتاب رو نگاه کنید، کتاب براتون انگلیسی نوشته، اشکالی نداره ها. من اینو یه خورده بیارم پایین‌تر که اینجا بتونم بازم بنویسم. توی ستون بعدی میام گره های حل شده، گره های حل شده‌ای که متصل به گره های حل نشده هست می نویسن. گره حل نشده هست می نویسن. خب اینم یه ستون. یه ستون دیگه قرار میدم، میام اون نزدیکترین اتصال گره حل نشده رو به دست میارم. نزدیکترین اتصال گره حل نشده رو اینجا پیدا میکنم یکی یکی. یه ستون دیگه قرار میدم، فاصلش رو به دست میارم، فاصله هر کدوم از این گره ها رو، و یکم بزنم اون برتر اینجا جا باشه بنویسم. و یه ستون دیگه میام نزدیکترین گره رو پیدا میکنم، یه ستون دیگه مینیمم فاصله رو به دست میارم، و ستون آخرین اتصال رو به دست میارم. آخرین اتصالمون ببینیم چی میشه. خب حالا از اولی. توی مرحله اول گفتیم همیشه توی ایستگاه اول هستیم. پس توی ایستگاه اول در واقع میشه کجا؟ ایستگاه اول ما اینه. ایستگاه اول ما او هست. پس من او رو میذارم اینجا.
این او چون توی ایستگاه اول هستیم گفتیم هر کدوم که انتخاب شده باشه اون میشه حل شده. الان توی ایستگاه اولیم انتخاب شده، پس این میشه حل شده دیگه، این میشه گره حل شده. پس او رو قرار میدم اینجا، این او. خب بعد نزدیکترین اتصال گره حل نشده یعنی چی؟ یعنی ببینید کدوم یکی از این گره هایی که بقیه‌شون میشن حل نشده دیگه، چون هنوز بقیه‌شون انتخاب نشدن دیگه. فعلا این یکی انتخاب شده، فعلا این یکی این انتخاب شده. حالا ببینید نزدیکترین گره هایی که حل نشدن بهش، این آ B C. فاصله ها رو ببینید کدومش از همه کمتره. این 2، این 5، این 4. درسته؟ کدومش از همه کمتره؟ این 2. مربوط به کدومه؟ مربوط به آ هست. پس نزدیکترینش میشه آ. آ از همه نزدیکتره. فاصلهش چقدر بود؟ 2 بود. درسته؟ پس نزدیکترین گره من توی این مرحله میشه آ. با چه فاصله؟ فعلا اینجا همون یه دونه از اون خونه ایستگاه اول شروع کردیم دیگه. فاصلهش هم میشه 2. اتصالش میشه چی؟ میشه از او به آ. او آ میشه دیگه. آخرین اتصال من میشه او آ. این مرحله اول. بریم سراغ مرحله بعدی یا تکرار بعدی، مرحله دوم. خب حالا او آ انتخاب شد. چون انتخاب شده در واقع میشه او و آ میشه گره حل شده دیگه. هر دوتاشون میشن حل شده. پس این دفعه او و آ میشن گره حل شده. من اینو پاک کنم. تو مرحله دوم هم او انتخاب شده هم آ انتخاب شده. این دوتا انتخاب شده. من این شکلی دورش خط میکشم که شما بدونید چجوری داریم انتخاب میکنیم. اینا حل شده هامون هستن. خب بعد میرم سراغ، پس اینا میشن حل شده ها. پس اینجا توی ستون اول گره حل شده متصل به گره حل نشده چیا میشن؟ اینا که دورشون سبز رنگ کردم اینجا کشیدم، اینا متصلن به اینا دیگه. اینا که این ورن میشن حل نشده. تا الان اینا حل شده هستن. درسته؟ پس چه گره‌ای حل شدن؟ او و آ. پس او و آ رو اینجا می نویسم، او و آ. بعد نزدیکترین اتصال اتصال این او و آها به گره های حل نشده، ببینیم کدومش میشه. به او، اول بریم سراغ او رو ببینیم. او اینجاست. به اونایی که حل نشده، یعنی به اونایی که داخل این من گذاشتم داخل یه منحنی سبز رنگ این شکلی، البته تو کتاب نذاشته ها، من این شکلی به خاطر اینکه شما بدونید چه جوری میخوایم بنویسیم گذاشتمش اینجا. این او به گره های حل نشده، اینا که بیرون این منحنی سبز رنگ هستن اینا میشن حل نشده. خب یه دونه گره B دارم، یه دونه گره C دارم. طولش چقدره؟ این 5، این 4. این 5، این 4. پس این 4 کمتره. کدوم انتخاب میکنم؟ C رو. پس میشه C. نزدیکترین اتصال به او میشه C. چه فاصله ای داشت؟ فاصلش ببینم یه بار دیگه 4 بود. خب و نزدیکترین گرهش میشه چی؟ حالا نزدیکترین گرهش رو باید پیدا کنم که C میشه. بیاین اینجا اینم پیدا کنیم، بعد مینیمم این دوتا رو باید پیدا کنیم ببینیم کدومش میشه دیگه. مینیممش که فعلا 4. حالا ببینید این یکی چی در میاد. آ رو بریم سراغش. آ کدوم؟ اینه. یه فاصله 7 دارم، یه فاصله 2 دارم. بین این دی و بی دیگه. فاصله 2 کمتره دیگه. پس بی رو انتخاب میکنم. با چه فاصله ای؟ فاصله 2. آبیمون 2 بود دیگه. این 2. ولی فاصلهش تا مبدأ چقدره؟ این آ. فاصلهش بی رو وقتی انتخاب میکنم، این فاصله آ تا بیمون 2. خود آ تا مبدأ هم 2 بوده دیگه. اینها ببینید جوابش اینجا او تا آ 2 بوده دیگه. پس میشه 2 به اضافه 2. پس 2 به اضافه 2 میشه. این مساوی با چنده؟ 4. خب پس نزدیکترین گره من اینجا میشه B. فاصلهش هم مینیمومش هم 4. ببین هر دوتای اینا 4 و 4 مینیموم فاصله‌مون میشه 4 دیگه. در واقع این 4 هم مال اینه هم مال این. هر دوتاشون 4 هستن. پس من 2 تا انتخاب دارم. هم میتونم او سی رو انتخاب بکنم، او به سی. هم میتونم آ رو به بی انتخاب بکنم، آ به بی رو انتخاب بکنم. هر کدوم انتخاب کردین اشکالی نداره. پس 2 تا انتخاب دارم. درسته؟ هم او به سی هم آ به بی. بریم سراغ مرحله بعدی. ببینیم مرحله بعدی چه اتفاقی میفته. توی تکرار بعدی این دفعه حالا حل نشده ها و حل شده ها رو ببینیم چیا هستن. توی تکرار سوم این دفعه من هم این مسیر رو میتونم انتخاب کنم، همین یکی دیگه، چون هر دوتاشون 4 بودن دیگه. من هر دوتا رو میتونم انتخاب بکنم. پس الان او آ بی سی، درسته؟ اینا میشن حل شده. ولی حل شده
میشه مبدأ و چی؟ گفتیم حل شده، یعنی مبدأ اونایی که توی تکرار قبلی مشخص شده بود تکلیفشون دیگه، پس اینا میشن گره‌های حل شده. پس من اینو پاک کنم، تو مرحله بعدی هستیم. تو مرحله بعدی الان شد او، آ، بی و سی. درسته؟ بزن یه بار دیگه ببینم. آره دیگه، این سی انتخاب شد، اینجا بی انتخاب شد. پس الان اینا میشن گره‌های حل شده. خب اینا که داخل این منحنی سبز رنگ هستن. خب حالا بیاین اینجا، پس اون گره هایی که متصل هست الان تو ستون بعدی ببینید چیا رو باید بنویسم. گره های حل شده متصل به گره حل نشده رو باید تو این ستون بنویسم. اینایی که توی منحنی سبز رنگ هستن اینا گره های حل شده ای که متصل به این حل نشده ها هستن. پس او رو نمی نویسم، فقط آ و بی و سی رو می نویسم. پس اینجا تو ستون بعدی گره آ، گره بی و گره سی رو بنویسم. خب حالا بقیه‌اش رو ببینید چه جوری بنویسیم. تو قسمت بعدی، ستون بعدی، گفتیم نزدیکترین اتصال رو باید بنویسیم دیگه. پس نزدیکترین اتصال به آ، بی و سی جدا جدا باید پیدا کنیم. بریم سراغ اون شبکم. بریم اول سراغ آ. نزدیکترین گره به آ چیه؟ دیه. درسته؟ همین یه دونه که بیشتر، مسیر که بیشتر بهش متصل نیست، پس 7. پس میشه 7 به آمون. این میشه دی بود دیگه. درسته؟ پس وقتی میخوایم فاصلش رو پیدا کنیم میشه 7 به اضافه چی؟ حالا قبلیاش ابتداش چی بود؟ آ بود. آ رو نگاه کنیم ببینید چند میشه. آ رو اگر نگاه کنیم مقدارش اینجا، انتهای اینو ببینید، این ابتداشه. خب انتهای اینا باید آ باشه، این انتهاش آ هست. چند فاصلش؟ 2. میشه 2 به علاوه 7. 1. پس این شد چند؟ 9. فعلا اینو داشته باشید. بریم سراغ بی و نزدیکترین اتصال گره حل نشده رو باید پیدا کنیم. پس نزدیکترین اتصال به این گره ببینیم چی میشه. بی، گره‌هایی که حل نشده بهش متصل هستن چیا هستن؟ دی هستن و ای. بین 4 و 3 کوتاه‌تره دیگه، پس ای رو انتخاب میکنیم. پس اینجا میشه ای. حالا ببینیم فاصلش چقدر میشه. اولا بی به ای چقدره؟ بی به ای 3 هست. ولی ابتداش بیه. خب چون ابتداش بیه بریم توی تکرارهای قبلی ببینیم کدوم یکی انتهاش بی بوده، اونو فاصلش رو اینجا بنویسیم. این یکی انتهاش بیه. درسته؟ این ابتداست، این انتهاش بیه. چند بود فاصلش؟ 4. میشه 4 به علاوه 3. جمع این دوتا میشه چند؟ 7. بیایم اینجا سی. بریم سراغ سی رو نگاه کنیم. این سی یه دونه اتصال بیشتر بهش نیست، یه شاخه بیشتر بهش وصل نیست، ایه. درسته؟ پس همین انتخابو بیشتر ندارم دیگه. پس اینجا بنویسم ای. حالا فاصلش ببینیم چقدر میشه. اولا سی به ای چنده؟ 4. پس اینجا 4. ابتداش سیه. میرم سراغ قسمت ها تکرارهای قبلی، دنبال انتهای سی میگردم. انتهای سی اینه. چه فاصله ای داشت؟ 4. میشه 4 به علاوه 4 مساوی با 8. حالا بین 9 و 7 و 8 نزدیکترین گره کدوم میشه؟ بین 9 و 7 و 8. این 7 از همه کمتره دیگه. درسته؟ 7 رو اینجا می نویسم. انتهاش چی بوده؟ ای بوده. ای رو اینجا قرار میدم. پس بین 9 و 7 و 8 کمترین فاصله 7. اینو انتخاب میکنم چون دنبال کوتاه‌ترین مسیرم دیگه. 7 و انتهاش چی بوده؟ مال اینه، ایه. ای رو اینجا میذارم. پس چه مسیری بود؟ از بی به ای. گره بی به ای بود. خب بریم سراغ مرحله بعدی. پس الان ای هم اومد داخل این منحنی اون منحنی که داشتیم سبز رنگه بود، گره های حل شده داخلش بود. ای هم میاد داخلش. پس بریم سراغ تکرار بعدی. اینجا بنویسم. تکرار 4. خب توی تکرار 4 اول ببینیم گره های حل شدهمون چیا هستن، گره های حل نشده چیا هستن. من اول اینو پاک کنم. ای هم قرار شد به اینجا اضافه بشه دیگه. درسته؟ که بشه جزء گره های حل شده. پس من این ای هم میارم داخلش. اینجا این شکلی میشه. این میشه گره های حل شده توی این منحنی سبز رنگ هستش. خب حالا از بین این گره های حل شده کدومشون متصلن به گره حل نشده؟
آ و بی و ای. درسته؟ آ و بی و ای چون اینا متصلن به این وریا دیگه. اینا که این ورن فقط به حل شده ها متصلن، هیچی. این سه تا که حل شده هستن به این بیرونی ها متصل هستن. پس من توی ستون بعدی آ بی و ای رو می نویسم. آ بی و ای رو می نویسم. چرا؟ چون دنبال گره های حل شده متصل به گره حل نشده هستن. خب دوباره همونا رو تکرار میکنم. همون مراحل رو تکرار میکنم. ببینید چه اتفاقی میفته. نزدیکترین اتصال گره حل نشده رو باید پیدا بکنیم. ببینیم چی میشه. نزدیکترین اتصالی که وجود داره. اول میرم سراغ آ. گره آ. گره آ ببینیم به کجا وصله. گره آ فقط به دی وصله. پس بنویسم دی با چه فاصله ای؟ 7 دیگه. دی رو بنویسم فعلا. چه فاصله ای؟ 7 بود دیگه. درسته؟ خب ابتداش آ هست. پس میرم سراغ تکرارهای قبلی، سراغ انتهای آ میگردم. انتهای آ. انتهای اینا کدومش آ؟ اینه. چه فاصله ای داشت؟ 2. میشه 2 به علاوه 7. جمعش میشه 9. 1. بریم سراغ بی. بریم سراغ بی ببینیم به چه گره حل نشده ای وصله. کوتاه‌ترینش رو میخوام. پس بریم سراغ رأس بی. این بی فقط به دی وصله. فقط یه دونه اومده بیرون دیگه، چون این داخل این منحنی سبز رنگه دیگه. این فقط به دی وصله. پس میشه دی با فاصله 4 دیگه. اینم دی با فاصله 4. درسته؟ با فاصله 4. خب ابتداش بیه. من دنبال توی تکرارهای قبلی دنبال انتهای بی میگردم. انتها رو ببینید این بی داره. چه فاصله ای داشت؟ 4. میشه 4 و 4 8. و این سراغ بعدی دنبال ای بگردیم. ای ببینیم که به کجا وصله. ای یه دونه شاخه به دی وصله، یه دونه شاخه به تی وصله. درسته؟ بین این دوتا این یک این 7. دی به دی که وصل باشه کوتاه‌تره دیگه. پس دی رو انتخاب میکنم. فاصلش هم 1. دی رو انتخاب میکنم. فاصلش هم 1. خب ابتداش ایه. میرم سراغ تکرارهای قبلی دنبال انتهای ای میگردم. انتهای ای اینه. چه فاصله ای؟ کمترین فاصلش 7 بود دیگه. میشه 7. 7 و 1 مساویه با 8 میشه. درست شد؟ حالا از بین این سه تا مقدار 9 و 8 و 8 کمترین مقدار 8. مینیمم فاصله 8. مینیمم فاصله 8 با چه گره‌ای؟ هم این دی هم این دی. پس دی رو مینویسم. حالا اگر دوتا بود دوتاشو مینوشتم. خب پس میشه چه مسیرهایی؟ یه مسیر آخرین اتصالی که داریم یه بی به دیه، یه ای به دیه. هر دوتاشون 8 شدن دیگه. هم بی به دی رو میتونم انتخاب کنم، هم ای به دی رو میتونم انتخاب بکنم. هنوز به انتها نرسیدیم ها. هنوز به تی نرسیدیم. پس یه تکرار دیگه انجام بدیم ببینیم میرسیم یا نمیرسیم. تکرار بعدی تکرار 5. تکرار 5. خب این دفعه ببینیم چیا واردش میشه. دی هم وارد اون گره های حل شده میشه دیگه. دی هم واردش میشه، یعنی میاد داخل اینجا. من اینجا بکشمش. اینا میشن گره های حل شده. داخل این منحنی سبز رنگ بمونه اینجا. درست شد؟ پس الان دیمون این اون گره هایی که میخوام داخل ستون اول بنویسم اسم گره های حل شده ای که به گره حل نشده متصله. اینا همشون این چارتایی که این ورن این گره های حل شده فقط به گره حل شده متصل هست، ولی این دوتا حل شده ها به این حل نشده متصله. پس دی و ای رو بعد اینجا بنویسم. دی و ای رو توی این ستون می نویسم. خب بعد بریم سراغ ستون بعدی. ستون بعدی ببینیم چیا رو بنویسیم. باید نزدیکترین اتصال گره حل نشده رو پیدا کنم. نزدیکترین اتصال به گره حل نشده. حل نشده فقط هر کدومش رو اگه نگاه کنین فقط تی مونده دیگه. یعنی هم برای دی میشه تی، هم برای ای میشه تی. هر دوتاشون تی میشه. پس اینجا تی بذارم، اینجا هم تی بذارم. حالا ببینید چه فاصله. دی به تی چه فاصله ای داشت؟ دی به تی فاصلش 5. این میشه به اضافه 5. ابتداش دیه. میرم تو تکرارهای قبلی دنبال دی میگردم. توی تکرارهای قبلی دنبال دی میگردم. دی اینه. مینیممش چند بود؟ 8. میشه 8 و 5 13. فعلا اینو داشته باشیم. بریم سراغ این یکی. ای به دی چقدره؟
ای به تی ببخش ای به تی 7. پس اینجا بذارم به اضافه 7 ابتداش چه گره‌ای ایه. ای دنبال ای میگردم ای. خب چه فاصله ای داشته؟ 7. میشه 7 و 7 مساوی با 14. بین 13 و 14 مینیمم فاصله 13 است دیگه. 13 کمتره. با چه گره‌ای؟ گره تی. هر دوتاشون تی بودن دیگه، ولی این منظورم هست. این تی میشه. پس میشه از دی به تی. از دی به تی. پس رسیدم به تی دیگه. تموم شد دیگه. حالا ببینید چه مسیری رو به من میده. مسیری که به من میده از آخر شروع کنید یکی یکی بنویسیم ببینید چی میده. یه مسیر من این شکلی از دی به تی. این آخری. خب ابتداش دیه. خب بریم سراغ تکرارهای قبلی. دنبال دی میگردیم. اینو انتخاب کردیم دیگه. دنبال دی میگردیم. وقتی دنبال دی میگردیم میبینیم این دی انتهاش وقتی دی باشه هم اینو میتونستم انتخاب بکنم هم اینو. پس دو تا انتخاب دارم. پس بذارید دو تا انتخابش رو بنویسم. دی به تی. دو تا انتخاب دارم. یه دونه بی به دی، یه دونه ای به دی دارم. درست شد؟ حالا ببینیم. پس جدا میشه. اگر بی به دی رو انتخاب بکنم، بی به دی رو انتخاب، اینو انتخاب بکنم، بی به دی رو انتخاب بکنم، ابتداش بیه. پس میرم سراغ تکرارهای قبلی، دنبال انتهای بی میگردم. اینجا انتهای بی میشه چی؟ آ. میشه. درست شد؟ بعد میرم سراغ آ. اینجا این آ و دنبال این ابتداش آ دیگه. دنبال انتهای آ میگردم. انتهای آ اینه. میشه چی؟ ابتداش او. این میشه او. یعنی این یه مسیر. او به آ به بی به دی و به تی. درست شد؟ او آ بی دی تی. این یه مسیر. یه مسیر دیگه این یکی. این هنوز ادامه نداره. این که شد دی به تی. بعد ای به دی، ای به دی. بعد انتهاش چی هست؟ ابتداش ببخشید ایه. دنبال انتهای ای میگردم. میام اینجا سراغ بی. پس میشه بی. بعد میرم سراغ تکرارهای قبلی دنبال انتهای بی میگردم. اینم انتهای بی میشه چی؟ آ. و بعد میرم سراغ قبلی دنبال انتهای آ میگردم. میشه او. یعنی بعد از او شروع کنیم دیگه. اینم یه مسیر. او آ بی ای دی تی. هر دو تا مسیر فرقی نمیکنه. چه از این یکی برین چه از این یکی برین، هر دو تا فاصله او تا تیمون برابره با چنده؟ برابره با 13. کوتاه‌ترین مسیره. و ضمناً لازم هم نیست توی این روشی کوتاه‌ترین مسیری که داریم همه گره ها طی بشه. همه گره ها لازم نیست طی بشه. چون ما می‌خوایم کوتاه‌ترین مسیر رو پیدا کنیم. ببینید یکی از مسیرها این بود. یکی از مسیرها این یکی. بذارید من یکی اینو بکشم. مثلا مسیر او آ بی دی تی. او آ بی دی تی. بذارید یکی از مسیرها او ایوه آ بی دی تی. خب این یه مسیره. یه مسیر دیگه هم داریم این شکلیه. این مسیر دوم رو ببینید. بذار اینو یه رنگ دیگه بذارم که بدونین هر دوتاشون همون 13 میشه. یه مسیر دیگه اینه. هست او آ بی ای دی تی. او آ بی دی ایوه یه کار اشتباه گفتم. درست کردم. او آ بی ای دی تی. او آ بی ای دی و تی. ببینید دو تا مسیر، یکی رو با رنگ زرد مشخص کردم، یکی رو با رنگ صورتی مشخص کردم. هر دو تا 2 2 4 4 و 4 8 8 و 5 میشه 13. اگه اون مسیر صورتی رنگ هم انتخاب کنیم 2 2 4 4 و 3 7 و 1 8 8